در چاره‌بینی ایدانه ساکنان ناحیه کوهستان مستچاه که در طولور مقامات محلی حاکمیت دولتی بخشیده به فرارسی 33 سالگی استقلال مملکت با اشتراک نماینده حکومت مملکت، رهبریت محلی و نمایندگان جماعت‌های دهاتی ناحیه برگزار گردید، تاکید گردید که استقلال نشانه اساسی دولتداری بوده. محض توسط این نعمت بی‌بها هر یک ملت در عرصه تاریخ با حمایت از شرف و ناموس و عاریت وطنداری و دولتداری ملی خود شرفیاب می‌گردد. استقلالیت رمز هستی هر یک دولت و ملت است و این نعمت بی‌بها نصیب ملت کهن بنیاد تاجیک گردیده برای ما صاحب ملتان ثروت ناگزیر محسوب می‌یابد. سپس نمایندگان حکومت مملکت و ولایت به سخن برآمده ساکنان ناحیه را بخشیده به این سنه فرخنده از نام پیشوای ملت و رهبریت ولایت تبریک و تهنیت گفتند. همزمان در برآمد ناطقان تاکید گردید که ناحیه کوهستان مستچاه زاده و پدیده دوران استقلالیت بوده. با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ماه فوریه سال 1996 تشکیل گردیده است و در ظرف 28 سال تأسیس یابی در همه سمت‌های اجتماعی و اقتصادی به کامیابی‌های نظررس مشرف گردیده است. قابل ذکر است که طول سالهای صاحب استقلالی در دوردست‌ترین مناطق ناحیه کوهستان مستچاه انشاءات نوی ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تندرستی با شرایط‌های معاصر تدریس و تعلیم و خدمت رسانی بنیاد گردیده باعث پیشرفت و شکوفایی روزگار ساکنان منطقه گردیده است. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی بازگوی آن است که نظام دولتداری ما تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مرحله خیلی خوب قرار داشته. در آینده نیز کارهای آبادانی و سازندگی باز هم گسترش می‌یابد. در جریان چاره‌بینی به یک قطار نمایندگان فعال ساحه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی ناحیه به شرف 33مین سالگرد استقلال کشور از نام حکومت مملکت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. همزمان در چاره‌بینی ایدانه از طرف فرهنگیان ناحیه سرود و ترانه‌های وطن دوستانه صدا داد که باعث فرح و خوشحالی دوچند اشتراکچیان گردید. قمرالدین آدینیو، ناحیه کوهستان مستچاه، جهان نما.